أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و ثنا و صفت برای الله هست، شکران برای الله هست که الله ما را توفیق داد. لا حول ولا قوة الا بالله. انسان از گناه برگشت کرده نمیتونه و به طرف نیکی قوت نداره مگر به کمک الله. الحمدلله ما شما را توفیق داد که در سوره الروم برسیم که در سپاره 21 است. سوره روم از جمله سوره های مکی هست که در مکی مکرمه یا قبل از هجرت نازل شده و ما و شما میفهمیم که اول وجه تسمیه ازی چرا سوره روم گفته شده، به خاطر ازی که در اینمی وقتی که سوره نازل شد مردم روم مغلوب شده بودن و غالب مردم فارس شده بودن. رومانی ها نسبت به فارسی ها یک برتریت داشتن که اینا اهل کتاب بودن، اما فارسی ها که بودن اینا کاملا الله را رد میکردن. پس فرق است به نزد الله بین کسی که مطلقاً الله را انکار میکنه کافر و ملحد است و فرق است بین از او کسی که به الله ایمان داره لکن مشکلش در رسالت است. از این قدر الله متعال برای کافرایی که اهل کتاب هستن یک امتیاز داده که امتیاز کافرایی که هیچ کتاب ندارن. مثلا ما و شما میتونیم از کافری که کتابی است، از یهود و نصارا که به دین خود چی باشن ثابت باشن، میتونیم که ذبیحه‌اش هم بخوریم و حتی از خانم‌هایشان هم ازدواج بکنیم. اما از کافری که مشرک است مطلق اهل کتاب نیست، باز با اوی تعامل کردن هم میتونیم. و این سوره مکی هست و ما و شما میفهمیم که در سوره های مکی غالبا همو مسائل توحید، رد شرک و مسائل بیان میشه که در اونجا مسائل کلیدی اعتقادی هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات است. الله اعلم به مراده، الله به مقصدش بهتر میدانه و ما نمیفهمیم. غلبت الروم، مغلوب شدن رومانی ها. فی ادنى الارض، در نزدیکترین منطقه زمین که رومانی ها برای عرب ها نزدیک بودن، مناطق شام و نزدیکای از اینا بودن. و هم من بعد غلبهم، و اینا بعد از همون مغلوب شدنشان سیغلبون، الله متعال میگه که با زنا غالب میشن. این اعجاز تاریخی قرآن میگن. قرآن که از چند قسم معجزه داره، مثلا معجزه ساینسی داره، معجزه انجینیری داره، معجزه طبی داره که این دکترای طب خوب میفهمن، معجزه مثلا تاریخی داره که در اینجا معجزه قانونی داره که قانون شریعت الله که است، این اعجاز خاص خود داره. منتها هر کدام از این همون مردمای مسلکی و متخصص خوبتر میفهمن. این اعجاز تاریخی قرآن است که الله متعال برای صحابه خبر داد که اینی حادثه تاریخی اقدر وقت بعد میشه. یکی که الله متعال برای پیغمبر و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و فرماند که شما باید انسان‌هایی نباشین که تنها با یک منطقه فکر میکنین. یعنی انسان مسلمان کسی است که سر میزش کره زمین بانه. سر میز خود چی را بانه؟ کره زمین بانه. این فکر اسلامی است. اینجا باید سر میزت کره زمین مانده باشه و بیرق لا اله الا الله را بخوای که در سر کره زمین بیرق بلند کنی. منطقوی باید فکر نکنی که والا ما فقط میخوایم نام قریمه باشه، قری اسلامی. نه، اینی جاعل فی الارض خلیفه. تو خلیفه الله هستی در زمین الله. تو باید فکر داشته باشی که ما بیرق توحید بالای کرملین بالا بکنیم، بیرق توحید بالای قصر سفید بالا بکنیم. و ما ذلک علی الله بعزیز. این سر الله متعال هیچ سختی نداره، به شرطی که بنده های مؤمن حقیقی پیدا شوند که ایمان از اونا بتانه تو ایمان داشته باشه که ملائکه های الله را از آسمان نازل بکنه و در مقابل کفار امرایشان بجنگه.
وقتی که اصحاب رسول الله در بدر می جنگیدن چند هزار ملائکه آمدن در صف زدن. چرا آمدن؟ به خاطر از اینکه این 313 نفر یا 311 نفر که بودن این مؤمنای حقیقی بودن که به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خوب یقین داشتن و می فهمیدن که این دین است که ما را نجات میده، این دین است که ما را عزت میده، این دین است که همه چیز در او هست. بنابراین در این سوره مبارکه الله متعال برای مسلمانان میفهمونه که شما نباید تنها در یک منطقه باید. وقت دو امپراتوری بود، که امپراتوری فارس بود در مقابلش امپراتوری روم بود. پس مسلمان ها باید امپراتوری روم هم بفهمن، امپراتوری فارس هم باید بفهمن و اردو امپراتوری را که درک کردن باید سیاست جهانی را بفهمن، اقتصاد جهانی را بفهمن، حاکمیت جهانی را بفهمن، واقعیتی که در جهان است این را درک بکنن، تحت تاثیر واقعیت نرن بلکه خودشان جهان بشناسن و جهان زیر حاکمیت الله قرار بدن. و این باید فکر هر مسلمان باشه. این مسلمانی که میگه ما با سیاست کار نداریم، من مسلمان هستم به جهان غرض ندارم، ما با خوب و بد خلق جهان کار نداریم، این در قرآن نیست. قرآن عظیم‌الشان میگه که نه خیر. این از اعجاز قرآن است که الله قرآن عظیم‌الشان برشان گفت که فی بضع سنین، در چند سال. بدعه در زبان عربی ما بین الثلاثه والعشره. همیشه در عربی وقتی کلمه بدعه استعمال میشه یعنی از 3 تا 10، یعنی الله گفت در بین 3 الی 10 سال اینا مغلوب قرار میگیره. دوباره فارسی ها شکست میخورن، این مجوسی های آتش پرست، مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله میگه الایمان بضع و 70 شعبه. الایمان بضع و 70. چی قسم ترجمه میکنی؟ میگه که ایمان 70 و چند شعبه بخش داره، 73 74 الی 79. اینه از 3 تا به 9 تا به 10. پس ایمان 70 و چند شعبه داره، 73 شعبه داره، 74 شعبه داره، 75 شعبه داره. این قسم فی بضع سنین، در چند سال. لله الامر من قبل و من بعد. الله متعال میگه که ولو که فارس بالای روم غلبه حاصل میکنه یا روم بالای فارس غلبه حاصل میکنه، ای و تلک الایام نداولها بین الناس. این روزایی است که الله متعال تغییر میده، یک روز او را قدرت میده، او را شکست میده، او را شکست میده، او را قدرت میده. این حالا میگه لله الامر، لکن عقیده داشته باشین که خاص بر الله هست حکم، حاکمیت و قدرت. تو قدرتی که بشارت از برای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که روز میشه که باز از این آیت تو درس باید بگیریم. آل فارس غالب شد سر روم، چند سال بعد روم غالب میشه سر کی؟ سر فارس. بعد از این چی گپ است؟ لله الامر من قبل و من بعد. قبل و بعد از این کلش مربوط کی است؟ الله است. یعنی باز ات وقت میشه که مسلمان ها هم روم شکست میتن و هم فارس. و همین قسم شد که مسلمان آمدن امپراتوری فارس کلش شکست دادن که تا به حال فارسی زبانهای قوم پرست امیال هم از اصحاب شکایت دارن، حالم خوش نیستن قوم پرستا. ولی مسلمان ها خوشحال هستن که الحمدلله بهترین نعمت الله را بر ما آوردن. پس امپراتوری فارس هم در دست مسلمان ها سقوط کرد و امپراتوری روم هم برای مسلمان ها جزیه می دادن بسیاری. امیال قسطنطنیه استانبول که میگن که اسلامبول بود، نه مسلمان ها کل جزیره چی کردن؟ فتح کردن. پس لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ، و در این روز است که یفرح المؤمنون، باز مسلمان ها چی می باشن؟ خوشحال میشن. اول مسلمان ها به این خوشحال میشن که سر مردم هایی که هیچ الله را قبول ندارد حداقل اهل کتاب کامیاب میشه. و باز خوشی مسلمان ها بیشتر میشه وقتی که مسلمان ها سر کل ازیا چی میشن؟ غلبه حاصل میکنن. به نصر الله این تمام کارا با چی میشه؟ با کمک الله میشه.
ینصر من یشاء، الله نصرت و پیروزی نصیب میکنه من یشاء و هر کس را بخواهد. و هو العزیز الرحیم، و یقینا که و هو در حالی که الله متعال العزیز و غالب است بالای تمام مستکبرین و بالای تمام ظالمین، الرحیم و مهربان است بالای مؤمنین. وعد الله، این وعده الله هست، این وعده الله هست. لا یخلف الله وعده، الله متعال وعده خود خلاف نمیکنه. ولكن اکثر الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثریت مردم نمیفهمن. این که مردم نمیفهمن مشکل خودشان است. این مردم چی مشکل دارن؟ میگه این مردم مشکلشان چی است؟ که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این مردمای بیدین فقط ظاهر زندگی دنیا را میفهمن، حتی از باطن از این بیخبر هستن. ظاهر امور را میفهمن، ظاهر یک دانه طیاره ساخته میتونن، ظاهر میتونه یک موتر بسازه، ظاهر میتونه که یک وسایل بسازه، اما از باطن امور زندگی دنیا هم بیخبر هستن. چرا؟ مثلا یک وقت فرانسه اعلان میکنه که آزاد هست شراب نوشی، ظاهرا فکر میکنه که اگر به مردم آزادی بدیم کلگی شراب بخوره بسیار خوب است. در ختم سال که باز میبینه که برش گزارش میرسه که او برادر تو که قانون ماندی بر مردم اجازه دادی که در روی سرکا و در جای شراب بخورن. این سال تقریبا 3 میلیون نفر به حساب شراب خوردن کشته شدن، اینقدر تکر شده، اینقدر موتر از بین رفته، اینقدر اقتصاد از بین رفته. از این خاطر اینا ظاهرا چی را میفهمن؟ یک وقت گورباچوف یک کتاب را نوشته کرد به نام پروستریکا. وقتی کتاب را نوشته کرد، این خودش رهبر حزب کمونیستی اتحاد شوروی بود. اینا میگفتن میفکاش شما این قانون خودم همین کمونیسم سر یک قریگک در افریقا تطبیق میکردیم که نتایجش میفهمیدیم که چی میشه. ما زدیم چندین میلیون انسان را کشتیم، بعد از 70 سال بعد برای ما ثابت شد که ما باطن از این خبر نداشتیم. ظاهر فکر میکردیم که کمونیسم خوب چیز است، اما پسان 70 سال بعد خودشان درک کردن که نه ما غلط کردیم، قانون ما غلط است. اما وقتی رو درک کردن که چند میلیون انسان کشتن، چقدر خون ریختن، الله متعال میگه اینا حتی در دنیا آخرت خود نمیفهمن، از آخرت خود بیخبر هستن. سیکو 50% دنیا 50% آخرت خودش نمیفهمه، در 50% خود صفر هستن، ناکام. در 50% در دنیا هست ظاهرش نمیفهمه، باطنش نمیفهمه، یعنی 25% یا معلومات دارن، 75% دیگه یا چی هستن؟ جاهل هستن. کسی که از 100 نمره 25 میبره کامیاب است. در کریدیت هم خب باید 55 خب پورا کنی نه؟ یاد 25 نمره همیشه جد. این تمام روز باز پشت استاد میدون، از همین خاطر در روز آخرت بازی چیخ زدن میرن که یا الله ما رو اجازه بده پس سر بریم، پس ما را نکست ایار کو. الله برشان میگه نه این نکست ایار خود پانتون است. اینجا که یک دفعه خطا خوردی رفتی. الله متعال میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت، از آخرت چطور هستن؟ هم الغافلون. یا چی هستن؟ هم غافلون، بی خبر و غافل هستن، هیچ در فکر آخرت نیستن. در دنیا هم فقط ظاهر سعی میکنن. عمل بسیاری بچهای بیدینه که سعی کنی از همسر آینده خود چی رو سهل میکنه، یک قسمت که میره یک دختر هم میبینه که خوب آرایش کرده و فیشن کرده و چطور کرده، اینه ظاهر از این سهل میکنه. آجل پدر خودم ما کم میگه که اینمی دختر برای من بگی. خب پدرش بالاخره وقتی که خوب میره برش چیز میکنه، دیگر روز که در خانه میره از باطن از این خبر نداره که دختره که در روی سرک آرایش میکنه و سرش لچه است و مویایش معلوم میشه، ای باز که از این مادر اولادای ازی شده میتونه. یک ماباد که بری که در خانهشان زدنک است و جنگ است و اختلاف است. مردم های بیدین میگه فقط همیشه سهل میکنه، ظاهر سهل میکنه. این حال دو قسم چشم انسان داره. انسان باید دو قسم، مسلمان دو قسم چشم داره، یکی چشم بصارت است، یکی بصیرت. بصیرت چشم است که در سر است، بصیرت چشمش که در کجاست؟ در قلب است. پس انسان مسلمان باید هم بصارت داشته باشه و هم بصیرت. الله میگه که کافرها که هستن بصیرت خو هیچ ندارن، از بصارت هم که هستن فقط چی نمیبینن؟ ظاهر. خلاص
ظاهرش. از این خاطر نتیجه کار مردم های بیدین همیشه ببینی پشیمانی است. یعنی شما اگر مثلا میل از آجی صاحب پرسان کنی بگی آجی صاحب 50 سال پیش که نماز خواندی پشیمان هستی؟ میگه نه الحمدلله 10 سالگی ممکن نماز میخواندم حال خوشحال هستم. اگر کدام چیز رو به دل خود و به خواهشات نفسی خود عمل کردی از او پشیمان است؟ میگه والا از او پشیمان است. من با ظاهر از این بازی خوردم باطنش خبر نداشتم. هر کس همی قسم است. خودت 5 سال پیش اگر فکر کنی صحیح نه 5 سال پیش خودت فکر میکردی من بسیار هوشیار هستم. حالا خودت کس پرسان که بگم 5 سال پیش چطور آدم بودی؟ میگه بسیار خوب لودا بودم 5 سال پیش. اگه عقل حال را می داشتم اینی کارا را میکردم. لکن 5 سال پیش بیعقل. حالا باز چی میگه؟ حالا میگه من فیلسوف جهان هستم. باز من مطمئن هستم که 5 سال بعد باز که خدا نمرابطی باز میگه من بسیار 5 سال پیش چی بودم؟ بیعقل بودم. مکر عقل 5 سال پیشم پیشمی بود و ولا مال صاحب یک کلان بلند منزل بودم. کل انسان ها همین قسم است. الا من مگر کسی را که الله متعال بر از هدایت ایمانی داده باشه. بازدهی چی نمیشه، پشیمان نمیشه. اولم یتفکروا فی انفسهم، آیا این مردم تفکر نکردن در نفسای خود؟ ما خلق الله السماوات والارض، که خلق نکرده الله متعال آسمان ها و زمین را و ما بینهما و ما بین آسمان و زمین را الا بالحق، مگر به خاطر دانستن توحید. حق توحید است. اگر کل علم آسمان و زمین داشته باشی، از این خاطر یک دانشمند میگه مشکل پرسان کردن از یک فیلسوف، گفتن مشکل انسان امروزی چی هست؟ گفت مشکل انسان امروزی است که تانست از ماهی که در بحر خوبتر شنا بکنه. انسان امروزی از ماهی که خوبتر در بحر شنا میکنه، وسایل بسازه که از ماهی که تیزتر در بحر حرکت بکنه، و در آسمان تانست که از پرنده که خوبتر پرواز بکنه و وسایل بسازه که از پرندام که خوبتر پرواز بکنه. لکن گفت مشکلشان خیلی چی است؟ گفت مشکلش است که از پرنده که خوب پرواز میکنه، از ماهی که خوب شنا میکنه، خود در زمین مثل انسان وار راه رفتن نمیتونه. اما در زمین از حیوان هم که چی است؟ وحشی هست. یک وقت طرف قرقه رفتیم، خوب از این قرقه پس میامدیم، از این قرقه پس میامدیم، در این پیش چارایی قنبر میجا که رسیدیم سهل میکنم که چی هسته؟ سهل میکنیم که یک بچه دمی قرقه شراب خورده و همین رفیقایش را کش میکنن این دیگه از هم کلکین میخواه خدا بیرون پرته و هر کس سر خدا میکشه داو میزنه، او را داو بزن. ما گفتم چرا تو میکنه؟ ما گفتن که استاد گمش که موتور تیز کنیم بریم یک کدام تاس یا شراب خوردن نشه شدن. خدا می رو ژورنالیسم یک قانون است، میگه وقتی که شما اکشن فیلم برداری میکنین ری اکشن هم فیلم برداری میکنین. اگر تو شاگرد استاد فیلم برداری میکنی، یگان دفعه شاگردانم سعی که یکی خوب فکرش هست، یکی خوب دقیق است، این باز فیلم بسیار خوبش می باشه. کسایی که مسلکی باشی کارا رو میکنه. از ما فیلم بردارای ما ژورنالیسم مثلا فوتو ژورنالیسم نخواندن یا تنها ما رو میگیرن دیدگاه هیچ همه تو ماندن. من دیگه می کامرا رو دیگه خود اکشن نظیر دیدم، آل ریاکشن مردم اصل میگن باش مردم دیدم که همینجا یک سگ خبر همین سگ سون از این کلاگک میزنه دیگه. یعنی از زبان گفتن خود گپ زده خود نمیتونه، خب با زبان حال خود میگه باش میگه او بچه جونگی قواره ای اندام من میداشتم، من سگری رو نمیکردم. تو چرا ناقی غو میکنی داو میزنی؟ تو رو الله کرامت داده. تو باید این کار نکنی. پس اگر یک انسان هر قدر علم و ساینس و تکنولوژی داشته باشه، لکن در پالوی ازی امی انسان توحید الله را درک نکنه، این جهل است. از این خاطر عصر جاهلیت، چرا عصر جاهلیت میگن؟ که عصر شرک بود. شاعر داشتن، نویسنده داشتن، احبار داشتن، رهبان داشتن، علمای یهود بود نبود. شاعرای بزرگ داشتن، معلقات داشتن. سئمت تکالیف الحیات و من یعش 80 حولا لا ابا لك یسأمی وقد اعلم ما فی اليوم. چطور که تو شعر گفته میره که ایران میمونی. شاعر داشتن، نویسنده داشتن، متخصص ادبیات داشتن، متخصص شعر داشتن، چیزای عجیب و غریب داشتن. والا احبار علمای یهود بود، والا نصارا بود. در روم امپراتوری روم بود، تجارت بود، اقتصاد بود، سیاست بود. در فارس ایگه پا کلش شما بخونین مجموعی از اینا رو چی میگه قرآن؟ اهل چی هستن یا؟
جاهلیت هستند. چرا پیش الله جاهل کی است؟ کسی که توحید نمیفهمه. و انسان با حق کسی است که هوشیار و فهمیده او است که موحد باشه. الله متعال میگه ما خلق الله السماوات، الله خلق نکرد آسمان ها و الارض و زمین را و ما بین ما و ما آنچه که در بین آسمان و زمین است الا بالحق، الا به خاطر چی؟ توحید. از این خاطر بسیاری ساینسدانا، ریاضیدانا، متخصصین، فلاسفه یا اسلام میرن، ایمان میرن. اینا وقتی که به جهان سیل میکنن، بسیاری از شاعرها را سیل کنین. اینا شما سیل کنین، ما براتون یک دونه شعر اینجا آوردیم که شما اگر سیل کنین که چقدر اینا امی آیات که می باز امیر بر شما نشان میته. مثلا سعی کنین یک عالم است، متخصص است، شاعر مسلمان است، ای چی میگم؟ میگه آیت توحید بینم بر در و دیوارها. میگه من که از عقل و از فکر خود کار میگیرم، میگه من دلایل وحدانیت الله را میبینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمانها، در آسمانها میبینم، آسمانها، کهکشانها، ثابت و سیارها. میگه من در کل زی قربان انت شاعر باشه خوب است، ایره دوست داریم. میگه آیت توحید بینم بر در و دیوارها، ای آیت وحدانیت الله را در دروازه و دیوار میبینم، در آسمان ها میبینم، در کهکشان ها میبینم، در مخلوقاتی که ثابت هستند و در آن چیزی که در حرکت هستند، آسمان ها، کهکشان ها، ثابت و سیارها، شاهدان بر وجود خالق یکتای خویش. میگه تمامی سیارات، کهکشان ها، کل از که میگه من میبینم، یا میگه شهادت میتن به وجود خالق یکتای خویش. شاهدان بر وجود خالق یکتای خویش، بحر و برها، دره ها، دریاچه ها، کوهسارها. بحر، بر، دره، دریاچه، کوهسار، کل از میگه شهادت میتن به چی؟ به وحدانیت الله متعال. رو و بستان، میگه بخیز برده بستان تا گواهی بر وجود حق دهند. بیدها، گلها، علفها، سر و اسپیدارها، کل از میگه شهادت به چی میتن؟ به وحدانیت الله شهادت میدن که خالق ما ذات یگانه هست. به شکلی که الله، به شرطی که الله برای تو چی داده باشه؟ چشم بصیرت. در گل و سنبل نگر، بین آیت توحید در ساقه ها، گلبرگ ها، ورق ها، خارها. در گل ببی، در سنبل ببی، در ساقهش ببی، در گلبرگش ببی، در ورقهاش ببی، در هر چیزش، خارهاش. میگه در هر کدام از اینکه میبینی آیت توحید است، دلیل به وحدانیت الله است. چیست این زیبایی در فصل زیبای بهار؟ وقتی در فصل زیبای بهار میبری زیبایی را سیل میکنی، در بیابانها، چمنها، جنگل و نیزارها. کیست نقاش طبیعت؟ این طبیعت کی نقاشی کرده؟ کیست نقاش طبیعت که این همه نقش بدی، این نقش های زیبا، جز اله حی سبحان کس کند این کارها؟ بغیر از الله کی میتونه این کارها رو بکنه؟ باد از بحر چی فراشی کند در بوستان؟ باد، شمال باد سعی کنین که از بحر چی فراشی کند در بوستان. از چی سیلی میزند مردانه بر رخسارها؟ باد وقتی که سیلی خود در رخسار گلها میزن یا رنوس شاداب و زیباتر میسازه، گل و نکهت گل. از چی بنهد تاج بر سر لاله همچون میرها؟ گل لاله رو سعی کن در سر خود تاج داره مثل پادشاه ها واره. از چی پیچد پیچک اندر شاخ گل چون مارها؟ ای گله که پیچکت تو میخواد عشق پیچان، میگی مار وارم تو در شاخ ها میگرده. چیست اسرار طبیعت غیر فرمان اله؟ چیست میگه اسرار طبیعت بغیر کل زیر که سیگن بغیر از فرمان الله دیگه هیچ چیز نیست. حکم قانون ها، روش ها، نظم و استقرار ها،
کلی حکم الله هست. قانونش الله ساخته، روش از اینا را الله برشان نشاده، نظم الله برشان ایجاد کرده، استقرار ده بین از اینا. صد گواهی بر وجود و حکمت و علمش دهد. کل از را که سأل کنی نتیجه چی میشه؟ یا که دقت کنی میگه یا کلش گواهی میتن بر وجود و حکمت و علم الله که ذاتش موجود، ذاتش حکیم و ذاتش علیم. چی شهادت میده؟ ذره ها، سلول ها، اتم ها، بارها، از اتم تا کهکشانی ها، از اتم تا کهکشان ها تا سحابی ها، همه میگه او مردم از اتم گرفته، از اتم تا کهکشان ها تا سحابی ها همه بنده حقن و فرمانبر، نه خود مختارها. کلش بنده الله هستند، کلش فرمانبردار الله هستند و به اختیار خود نیستند. الله متعال میگه چی میگه؟ میگه اولم یتفکروا، آیا میگه انسان ها فکر نکردن فی انفسهم، در نفس های خود. شما حداقل در آناتومی و فیزیولوژی وجود خودتان تحقیق بکنین. ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما، الله خلق نکرده آسمان را و زمین را و آنچه که در آسمان و زمین که شما انسان هم در بین از اون هستین، الا بالحق، مگر به خاطر اثبات توحید الله متعال و اجل مسما، و بر کل از اینا یک وقت مقدر هست، مقرر است. و این کثیر من الناس، و یقینا که بسیاری از مردم به لقای ربهم لکافرون، با ملاقات ربشان کافر میشن. اولم یسیروا فی الارض، چرا میگه این مردم سیر نمیکنن در زمین؟ چرا سیر نمیکنن؟ همین شاعر که رفت سیر کرد، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا که اینا ببینن که عاقبت کسانی که قبل از اینا بودن، عاقبت از اونها چی شد. کانوا اشد منهم قوه، میگه مردمایی که قبل از شما بودن تو نبودن که ضعیف بودن، از شما که اونا قوی تر بودن. و اثاروا الارض، و ای در زمین بسیار زحمت کشی کردن و قلبه کردن و زمین جور کردن و زراعت ها و زمین های زراعتی، و عمروها، و بسیار تعمیرها ساختن، آبادی کردن در زمین ها. اکثر مما عمروها، اکثر زیادتر از آنچه که اینا ساختن. و جاءتهم رسولهم بالبینات، پیش از اینا هم پیغمبرایشان آوردن دلائل واضح و روشن. فما کان الله لیظلمهم، این قسم نبود که الله بالای از اینا ظلم بکنن، ولکن کانوا انفسهم، لکن اینا خودشان بالای نفسای خود یظلمون، ظلم میکردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، باز عاقبت کسانی که اساءوا بدی کردن، السوء بسیار بدی و زشتی، ان کذبوا بآیات الله، بدی از این کسانی که تکذیب به آیات الله کردن، و کانوا بها یستهزئون. عاقبت از یاد بفهمین کسایی که بدی و زشتی ها را کردن و با آیات الله استهزا کردن، کلشان هلاک شدن، مثل که شما هم اگر این کارا بکنین هلاک میشن. الله یبدأ الخلق، الله متعال است که یبدأ آغاز کرد، شروع کرد، پیدا کرد الخلق مخلوقات را، ثم یعیده، باز این دوباره اعاده میکنه بعد از مرگش. ثم الیه ترجعون، سپس به سوی الله رجوع میکنین. و یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا شوه، یبلس المجرمون، باز اونجا مایوس میباشن کی؟ مجرما. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، باز از کسایی که او را شریک ساختن برای الله، این شریکانشان باز هیچ بر از اینا شفاعت کردن نمیتونه. اینجا شرک در شفاعت بیان میکنه، رد شرک در شفاعت. بعضی کسا بت پرستی میکنه، بعضی کسا قبر پرستی میکنه. وقتی که از اینا پرسان کنی که چرا بت پرستی میکنی، چرا قبر پرستی میکنی، باز میگه که این شفاعت ما را میکنه. باز اینا میگه که یا ما بت پرستش میکنیم، قبر پرستش میکنیم، چرا؟ میگه ای باز اینا کسان باز شفاعت ما را در روز قیامت میکنه. الله متعال میگه ولم یکن لهم من شرکائهم، و نمی باشه از شریکایشان شفاعاء و شفاعتگری، و کانوا بشرکائهم کافرین، باز این حالت میشن به شریکای خود کافر. میبینه که از از هیچ چیز جور نمیشن، خود بت‌ها را میبینه که سنگایش همونجا شعله‌ور شدن. و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت برپا شود، یومئذ یتفرقون، باز در اونمون لحظه و اونمون ساعت چی میشن؟ یا متفرق میشن. فاما الذین آمنوا، پس اما کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، اعمال صالحه کردن، فهم فی روضة یحبرون، این نتیجهش از دیگه، باز اونا در روضه،
روضه چی را میگن؟ روضه ات باغهایی که در او بسیار وسایل راحت زیاد بیشتر می باشن. باز اینا در این باغها و در این روضه ها چی می باشن؟ یحبرون، بسیار خوشحال می باشن. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کافر شدن و کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن به آیات ما و تکذیب کردن به لقاء الاخره، ملاقات الله در روز آخرت، فاولئک فی العذاب محضرون، باز اینا در عذاب حاضر می شوند. فسبحان الله، پس پاکیست الله را. فسبح، اینجا سبحانه که است، فسبح، به تسبیح بگو، تسبیح بگو. چی بگو؟ بگو سبحان الله. حین تمسون، وقتی که شما شام میکنید، و حین تصبحون، وقتی که صبح میکنید. اذکار صبح و شام باید همیشه به یاد داشته باشی. وله الحمد، و برای الله، خاص برای الله هست. چی؟ حمد. این توحید در حمد گفتن بخشی از توحید الوهیت است. وله الحمد، و خاص برای الله هست حمد، فی السماوات، در آسمان ها، و الارض، و در زمین. و عشیا، و همچنان تسبیح بکنید الله متعال را. چه وقت؟ در عشاء. و حین تظهرون، و در وقتی که شما ظهر میکنین. پس ذکر الله را باید صبح بکنی، شام بکنی، چاشت بکنی، شب بکنی. همیشه باید در چی باشی؟ در تسبیح الله باشی. او ذاتی که یخرج الحی من المیت، خارج میکنه زنده را از مرده. و یخرج المیت من الحی، یک وقت سعی کنی میری سل میکنی که یک زمین است مرده. دیگر از الله متعال سرزمین زمینه که توتا شده و شکسته است، که در اونجا تو خانه آباد کردن نمیتونی. دیگر از میری که تو باران شده که اون زمین یک بستان و گلستان تبدیل شده. یک کسی را میبینی که خودش مرده، کافر است، اولادش هم میبینی که چی مسلمان خوب است. از آذر ابراهیم خلق میکنه. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یک وقت سعی کنی که مرده را از زنده. از نوح علیه السلام که زنده هست، بچهش پیش الله کافر مرده هست، مثل مرده ورز به عزت. و یحیی الارض بعد موتها، و الله متعال است که زنده میکنه زمین بعد از مرگش. و کذالک تخرجون، اینمی قسم شما هم، امی قسم که نباتات از زمین خارج میشه، شما هم در روز قیامت از اون معجب الذنب، امو حجری که در وجودتان است که او را توسط آب و باد و بطن حیوان با هیچ چیزی او از بین توسطش هم نمیسوزن، از اونو باز شما چی میشین؟ دوباره تخرجون، خارج کرده میشین مثل این نباتات. و من آیاتی، و همچنان از دلایل قدرت الله، ان خلقکم من تراب، که شما را خلق کرد از خاک. اصل شما از خاک است، نسل شما از آب است. ثم اذا انتم، سپس شما ناگهان چی میشین؟ شما انتم بشرون، یک بشر شدین که تنتشرون. از یک خاک الله متعال یک مرتبه یک بشر را خلق کرد که در زمین الله هر طرف تید شدین. و من آیاتی، همچنان اگر شما به طرف امو شیره که برتان خانم کو شاعر هر کدام آیات الله را بیان میکرد، میگه سعی کنین. و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، از دلایل قدرت اللهی است که خلق کرد الله متعال از انفسکم، از جنس خود شما، ازواجا، همسرانتان را، لتسکنوا الیها، که شما سکون آرامش بگیرین به نزد همسرانتان. همین جوانایی که به مجرد هستن یا هیچ آرامش ندارن، همیشه به تشویش و به تکلیف بین باشه. باز که ازدواج کرد باز آرامش می داشته باشه. چرا؟ این جوان بیچاره که از درس هم میره، چاشت ایران مونده که برای خود چی پخته کنم، دیگ چطور شوه، سودا شده. اما آدمایی که مثلا خانم داره و فامیل داره و زندگی داره، وقتی که در خانه میره تیار دیگه کش بار است، نانش ماندگی است، چایش دم شدگی است، قرار اونجا چیز. از این خاطر الله میگه که الله متعالی همسران شما را هم از جنس شما خلق کرد تا وسیله آرامش شما در زندگیتان باشه. از این خاطر علی رضی الله تعالی عنه میگه که حسنات الدنیا الزوجة الصالحه. وقتی میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یکی از حسنات دنیا چی است؟ همسر صالح است. و جعل بینکم مودة و رحمه، باز الله متعال در اینمی همسری که با نکاح صحیح و شرعی به طریق رسول الله صلی الله علیه و ازدواج میکنین، باز در بین شما چی خلق میکنه؟ مودت، محبت، و رحمتا،
و دوستی و مهربانی. همین خانم‌ها رو سائل کنی که بچهش خوب جوان است لکن شوهرش پیر 60 ساله است، باز که جنجال پیدا میشه، بازی خانمش زیاد دفاع از کی میکنه؟ از شوهر خود میکنه، میگه درباره پدرتان گپ نزنه، ها تو هر قدر تو حال آمدی کلانکار شدی پدرت. بسیار این چی است؟ مودت و رحمت است. ایره الله خلق کرده در همسرا. اینال همسر بیدین که است باز قلب ازی چون بیدین است، بازی مودت و رحمت نیست که شوهرش باز بگه یک گلاس آب بیار، باز میگه اوه اگه حقوق بشر را سرت نآوردم، اگه 60 دفعه تا خانه امن ندواندمت، محکمه به محکمه ندواندمت، با سیل کن. از این خاطر برای جوانا میگه شما زن دیندار بگیرین که در قلب او زن دیندار چی میباشه؟ مودت و رحمت میباشه، باز تو را آزار نمیته، زندگیت راحت میباشه، آرامش میباشه. ان فی ذلک یقینا که دری کس میگه لآیات دلایل است قدرت الله هست لقوم یتفکرون، برای انسان هایی که مفکر هستن. شما کوشش کنین که صاحب فکر و اندیشه شوین، مفکر باشین خودتان. و من آیاته و همچنان از دلایل قدرت الله خلق السماوات والارض، خلقت آسمان ها و زمین است. شما به خلقت آسمان ها و زمین فکر بکنین. و اختلاف السنتکم، همین زبانایتان که مختلف است، این هم دلیل قدرت الله هست. یک وقت آدم میگه من چقدر میفهمم، چقدر دانشمند هستم، دیگر سال میگنی که اگه که چینایی که پدر خود گپ میزنه تو گنگا وارستی، او اشتکاکی که تو را خود فکر میکنی او خوب گپ زده میتونه، تو گپ زده نمیتونی، ایران میمونی او والا من چقدر جاهل هستم، مثل از تفلک ورکت از این نفر. او چینایی را که بگه یک گلاس آب بده میگه ها، باز بگه یک گلاس آب میگه واتر آخر. اما وقتی که تفلک میبینی، وقتی که میایم از کدام شین 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 میگه وقت درش گلاس آب میده. این از مکه داخل چیز، این قدرت الله هست، نشانت میده تو چقدر جاهل هستی. نه قایدیش چکک سودا خریدن نمیتونی، یگان وقتی چین برین اما تو برتان میشه، تو قرار پیش دکان استاد میشی حیران میمونی که امیر چی میگه، حالا من چی بطلبم، او چکک وقت میگه کل سودای خود لستش میگیره. دکاندار میگه تو چی میخوای؟ تو حیران میگی چی بگی، باز برشم تو گفتم میری و اشاره و اشاره اشاره اشاره، یک ساعت بعد اله و میفهمه که تو او میخوری. باز میگه شراب، نه 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 او باشه که الکل نداشته. باز میگه چی؟ از این بوتل دیگه بوتل که باید بیاره، باز سال میگه باز ده 5% شراب است. باز میگه نو نو this one no. این چیه؟ ما در اروپا و ترا که میرفتیم کسایی که زبان نمیفهمیدن قمش الله متعال میگه و اختلاف السنتکم، و در اختلاف زبان های شما و الوانکم، رنگ هایتان ببینیم. یک وقت ما میگفتیم والا ما هم سفید پوست هستیم، ما بسیار خوب قوی هستیم، چطور است؟ در قاره افریقا رفتیم، وقتی اونجا رفتیم که سفید سیاه‌پوستا را دیدیم که یا 47 درجه آفتاب چیز حرارت است. ما که رفتیم در پاریس سیاه‌پوست او میخوریم که گرم، کار که سیاه‌پوست هیچ رای نمیزنه، از این بین بیلر سب گلاس هوا میگیرم شو خورده میره. ما که میخوریم تاش خراب یا پاک پروردگار. این دیگه مارتول دم دستش سمت زده میره، کار کرده میره. ما اونجا ششتام نمیتونیم دمی هفته. سبحان الله. حتی در تغییر رنگ ها کس چی است؟ دلایل قدرت الله هست. ان فی ذلک یقینا که میگه در ای لآیات دلایل قدرت هست، لکن برای کی؟ للعالمین، کسی که علم داشته باشه، کسی که از این چیزا اختلاف رنگ، اختلاف زبان، اختلاف چهره، ساختمان فیزیکی، اگر ایره به قوم پرستی استعمال کرد یا جاهل هستن. اما ای که زبان تو با زبان ما فرق میکنه، رنگ تو با رنگ ما فرق میکنه، فهمیدین؟ یعنی انالی ای که از چی هسته؟ ای دلیل است به چی؟ به قدرت الله، که الله چی مخلوقاتی داره و با چی ساختمان ها داره. اینه. و من آیاتی دیگه از آیات قدرت الله را سیل کنین. درست که تو خو نکنی چقدر کلانکار هستی. اگر درست خو نکنی گنگ هستی، نه کتاب خوانده میتونی، نه ششته میتونی، نه فلانی. چی کرده تا؟ چرا تو خودم خدا ماشاءالله چه خوب قواره داشتی، حال چرا تو قواری تو کج کور شده؟ والا میگه دو شو از خو ندارم. الله متعال میگه امی هم دلیل قدرت الله هست که الله نیازی به خو نداره
لا تأخذه سنة ولا نوم. اما تو بیچاره اگر یک شب خواب نکنی صبحش درس خواندن نمیتونی، کارم کردن نمیتونی. و من آیاته و همچنان از آیات علامات قدرت الله منامکم باللیل و النهار، خواب شما هست که شب خواب میکنین روز خواب میکنین. و ابتغاءکم من فضله، و طلب میکنین از فضیلت الله، تجارت و کار میکنین. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اگر تو کار میکنی، تو درس میخوانی، تو کتاب تالیف میکنی، تو نوشته میکنی، کلش چی است؟ کلش قدرت الله هست. اگر الله اینمی مغز از کلی تو بگیره نه، حالا چه خوب لوکس میگه، خوب دریشیگه که تو خوب هم کالاگه که تاس نکتایت منظم است، کارت منظم نه. امی اگر یک بسیاری جوانا را ما دیدیم که هم تو خوب لوکس خوش قواره خوب هم چیزی بده، دیگر است که تیر میشیم که اوه یمو فلانی است، حتی امو لباسشان نصف بدنشان برهنه است، کل عورتش معلوم میشه. ای چرا؟ حالا بیچاره یک دیوانه شد. یک وقت در مکتب قاری عبدالله اینجا صنف 8 درس میخواندیم، اما زیباترین بچه در مکتب که بسیار خوب اندام داشت و خوب لباس مقبول و خوب چهره داشت، فاروق نام داشت در اون مکتب. دیگر روز چند سال بعد که من از درس آمدم که سهل میگم یک نفر 20 دانه قوطیگکا در گردن خودم تو قوطی ها رو انداخته، کالای چتل چرک. من دیگه سون روزی سهل کردم گفتم من میرخ من میشناسم، خود سهل کردم سنشتیات که سهل کردم که یام سلمات سهل داشت دیوانه از دیگه قسمی میکنم و پای کونه و قوطیای کونه و یک بورجی رو پشت خود گرفته. انا لله و این خامو فاروق است. اونجا انسان بگه که قدرت الله هست که اگه من قرآن میخوانم، اگه درس میخوانم، اگه ماستری میخوانم، اگه دکترا میخوانم، این مغز این فهم کی بره من داده؟ الله. نعمت الله هست، شکر الله را بکنم. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. میگی دلیل از برای قومی که حداقل گوش میگیرن.